معظم رهبری به بنده توصیه کردن که نیا تا دو قطبی نشود. درسته؟ بعد فرمودید که الان دو قطبی شده، اسمم بردید از افراد. خب ورود ما دو قطبی میکنه یا سه قطبی میکنه؟ پس تمام شد، پس مخالف نظر رهبری نیستی. شما دارید منم بیام، اومدم دیگه الان خدمت شما من مخلص شما، مخلص همه هستم، کف زن کف نزن هیچ که شما هستم. بابا یه ملتی به خدا با هم باید زندگی کنیم، همه با هم تفاوت داریم. دو نفر تو ملت پیدا نمی کنید عین هم باشن غیر از من آقای مشایی آقای بقایی.